خواستم بپرسم از توی جمع کدوم از شما هستین که هیچ وقت استرس ندارین، اصلا همیشه ریلکسین، یا اینکه کسی اینجا هست که استرس داره؟ اونایی که استرس دارن تجربه کردن یک بزنن، اونایی که ندارن هیچ وقت استرس دو بنویسن توی جمع. یه چیز آره، یعنی همه استراب رو تجربه کردن و چیز ناآشنایی برای همه. یه سوالی ازتون دارم. الان تو همین تصویری که دارید میبینید، همین جایی که نوشته شده کمال یا تباهی، میخوام ببینم تو این کادر، تو این مستطیلی که دارید میبینید، تو کلش چی اعصابتون رو داره خورد میکنه؟ اگه کسی هست که تو این کادر چیزی داره اعصابش رو خورد میکنه، خوشحال میشم که یه در واقع نظری بده که چیه که داره اعصابش رو خورد میکنه تو این کادر. به مهشید جانم خوش آمد میگیم. مهشید، سوال اینه که تو این کادر که داره دیده میشه چی داره اعصاب تو رو خورد میکنه؟ اگه کسی دوست داره میتونه میکروفونش رو باز کنه و بگه. تصویر ذهنی این آقا آیدا میگه. دیگه چی؟ هیچی. منم تصویر این آقا که اینجوری انقدر به هم ریخته است، دست خوبی به هم نمیده تو این عکس. خب سلام به همگی. منم این نورایی که میره و میاد احساس میکنم یک نفر داره قشنگ روی نرفم راه میره. سلام. بفرمایید. ببخشید بدم برید. من میخواستم بگم این تاریکی، اگر منظور تصویره، چون من تازه اومدم، این تاریکی جلوی صورت این فرده که خیلی منو اذیت میکنه و ترس و نگرانی رو تو چشماش میبینم و فکر میکنم بیشتر از همون بعد کمال میاد که منتهی میشه به تباهی، یعنی کمال طلبی که منتهی میشه به تباهی. پس خب جالب بود که حالا تقریبا همه چیز مشترکی گفتن. در واقع میبینید که در واقع این کماله یک شلوغی ایجاد کرده. حالا این شلوغی از کجا میاد سوالیه که حالا توی این اسلاید روبرو بهش، یعنی پیش رو بهش میپردازیم. فعلا اینا داشته باشین، این بحث کمال رو، تا بعدا دوباره بهش برگردیم. جناب من جان خواستم بگم که من خود واژه کمال و تباهی بیشتر رو نرو بود تا خود عکسه. کمال یا تباهی خود واژه؟ آره، یعنی اون کلمه ها انگار بیشتر چیز بود تا خود اون عکس ها که حالا سمت راست هست. کلمه چی براتون تو ذهنتون میاره که باعث میشه که براتون اعصابتون رو خورد کنه؟ این دو تا واژه کمال و تباهی با هم در کنار هم دیگه؟ آره، یه جوری انگار داری یه چیزی از دست میدی. فقط یه خبر خوب برای شیوا جان، شما هم بفرمایید. نه، من خواستم بگم در حقیقت این دو کلمه برام یه کمی چیز بود در حقیقت. آره، تصویر هیچ تاثیر روم نذاشت، ولی کمال یا تباهی جفتشو دوست ندارم. نه کمال رو دوست دارم نه تباهی. خب یه خبر خوب حالا برای همتون دارم، اینه که به نظر میرسه تو این جمعی که هستیم اون شخصی که کمال میتونه به سمت تباهی ببردش رو نداریم. و اینو از کجا میگم؟ قضا نمیشیم ما موسیم بالا نشون اینجا رو نگاه بکنین. ما از قصد یه دونه در واقع آب نورمالیتی گذاشتیم، این ایو گذاشتیم پایین. یعنی اگه کسی واقعا اینجا خیلی کمالگرا بود، اون ایه میگفت میرفت رو مخشون، در واقع یه ایراده. و خوشبختانه تو این جمع کسی نداریم که بعدم به خاطر اینکه تمام این نوشته ها و تصویرای افراد اعضای شرکت کننده روی اون بود، من درست ندیدم. شایدم دلیلش این خب جالب بود این چیزی که گذاشتیم. ولی خب اینم برام جالبه که این اکثر رو همه مطرح کردن، چون همیشه وقتی که یه چیزی روی اعصاب ما میره، این از ناخودآگاه، بدونی که بدونیم، از ناخودآگاهمون میاد. یعنی ما یک واژه رو داریم با حالا یا اون کلمه یا اون تصویر داریم وصل میکنیم توی ناخودآگاهمون که این باعث استرس میشه. و حالا خیلی هم مسئله شلوغی رو مطرح کردن. من فکر میکنم که احتمالاً فکر میکنین خودتون بخواین از 1 تا 10 شلوغی ذهنتون رو امتیاز بدین، بهش چقدره؟ میتونید توی چت بنویسید. تو چت بنویسید از 1 تا 10. سحر میگه 6. به نظر من شلوغی ذهن من کلا متغیره، یعنی یه روز مثلا 10، یه روز 5 مثلا. نمیتونم عدد ثابتی براش بدم. ولی خب میانگین رو دیگه باید بگیم. شیوا میگه 4. عالی. 3 4 8. پس
عددا خیلی متغیره اینجوری. عددا خیلی متغیره. خب به نظر من شلوغی ذهن بیشتر منظور اینی که در واقع موقعی که میخوای به موضوع بپردازی افکار خیلی تو ذهنت شلوغن، میرن میان، زیاد به اون موضوع میپردازی تو ذهنت و کمتر به سمت عملش میری. یا اینکه مثلا وقتی که یه چیزی اتفاقی میفته، برفرض میگم یه چیزی درست پیش نمیره، یه کسی یه حرف میزنه که ناراحت میشین، یه خودتون یه خطایی میکنین، یه اتفاقی میفته که حالا مورد پسندتون نیست به هر دلیل، چه از طرف خودتون چه از طرف بقیه، خیلی این میتابه اون تو ذهنتون و نمیتونین رها بکنین. بعد ذهن میپره از یک چیزی به یک چیزی، تو کار زیاده توی ذهن، نمیتونه خاموش بکنه ذهن خودشو، یا اینکه بیشتر ریلکس هست. این میشه شلوغی ذهن، وقتی که خیلی تمام مدت در واقع ذهن مشغول فکر کردنه. من حالا عددی که میبینم عدد 8 زیاد تکرار شده، نشون میده که خب عموما حالا افراد ذهنشون شلوغ هست. و حالا یه پل بزنیم دوباره به مدیتیشنی که با هم انجام دادیم و سفری که در واقع با اجدادمون داشتیم. حالا کسایی که حالا کارمند هستید یا توی مجموعه کار می‌کنید که با افراد در ارتباطین، اون جملاتی که حالا غزاله گفت مثل کنترل، مثلا یه چند تاشون میتونید تکرار کنید، مثل اینکه سرزنشایی که مثلا میشه، یا اون ترسی از این که خب مثلا اگر من این کار نکردم یه نفر این وسط ناراحت میشه از دست من، سرزنشم میکنه یا خجالت میکشه به خاطر که این کاری کردم، یا اینکه دعوام میکنه، یا اون فکر میکنه که مثلا من ضعیف هستم. تمام این چیزهایی که حالا ممکنه که تو ذهنتون اومده باشه که ما هممون به عنوان بچه کم و بیش همه اینا رو شنیدیم، یه کسی توی زمینه بیشتر توی زمینه کمتر. در سوال اینه که چقدر خودتون رو تو اون موقعیت دیدین که یکی از همون چیزهایی که تو بچگی شنیدین یا توی حالا این مدیتیشن براتون تکرار شد تو ذهنتون رو خودتون هم به یکی گفتید. لازم نیست جواب بدید، فقط به عنوان یه فکری که گوشه ذهنتون باشه این سوالو از خودتون بپرسید که آیا منم اون عملی که حالا خودم مستربم کرده ازم سر زده یا میزنه یا نه. و سوال بعدی هم که حالا دوباره خوب گوشه ذهنتون نگه دارید اینه که اگر یه فشاری رو احساس میکنید الان رو خودتون یا حالا تو مدیتیشن داشتید اون بازتابش رو حس میکردید، آیا معتقدید که پدر و مادرتون حالا تو جایگاه خودشون تو زندگی، یعنی وقتی که خودشون بچه بودن یا همسن سال شما بودن یا تو موقعیت شما بودن هم، آیا اونا هم همون فشار رو حس کردن که به شما هم منتقلش کردن یا نه؟ این دوتا حالا سوالا گوشه ذهنتون داشته باشید، حالا تو خلوت خودتون یکم میتونید بهش فکر کنید و ببینید چه بازتابایی تو درون شما داره. میتونید اسلاید بعدی؟ حالا این جزء تکالیف هم در واقع بود، گفتیم که چون اینجا خیلی وقت نداریم این چون این مدیتیشنی که انجام دادیم فرصت کمی بود و آدم نیاز داره واقعا مثلا دقایق بیشتری وقت بذاره که وصل بشه به حالا به ناخودآگاهش، یکم ناخودآگاهش فرصت برون ریزی پیدا کنه که بتونه هم احساسات بدنیشو پیدا کنه، همون در واقع اشخاص فامیل اجدادتون که تو اون اتاق هستن فرصت بکنن حرف بزنن. اینا میتونید حالا یه دفتری هم داشته باشید، یادداشت کنید چی بهتون گفتن، حسای فیزیکیتون هم یادداشت کنید، کجای بدنتون حس بدی داشتید، شکمتون بوده، سینه‌تون بوده، توی پاهاتونه، دستاتونه، و اینکه چه جملاتی در واقع صدای بلندتری شنیدید. اون جملاتی که بلندترن خیلی جملات کلیدی ان که در واقع میتونن بهتون کمک کنن. و سوالا در واقع کار آخرم که میتونید بکنید اینه که بنویسید آیا کدومی که اون جمله رو خودتون بیشتر به دیگران گفتید، و در واقع این میتونه به شما یه دونه بعدی از شما رو به خودتون نشون بده که شاید الان به صورت ناخودآگاه در شما فعاله و نمیشناسید. اینو میخواستم تاکید کنم که ما هممون بدون استثنا یک سری از این صداها رو شنیدیم. اگر که بعضی موقع نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم به اون علت اینی که ارتباط شخصی خود ما هنوز برقرار نیست، یعنی یک و احتیاج به زمان داریم، احتیاج داریم که یه مقدار ریلکس تر بشه بدنمون تا ذهنمون آزادتر بشه و ما بتونیم این ارتباط رو دوباره برقرار کنیم. و حالا ما بعدا یه دونه روز دیگه ای میذاریم که فقط یه مدیتیشن باشه که طولانی تر باشه و بتونین اینا رو خیلی عمیق‌تر تجربه کنیم. اون چیزی که مهمه اینه که حالا هر تجربه‌ای که بوده، چه مثبت چه منفی، که از طریق حالا اجدادتون بهتون رسیده،
مثلا به طور مثال من خودم رو میگم، اون چون مادر من خیلی کمالگرا بود، همیشه این فشار رو من در خودم میدیدم که خب منم باید عالی باشم، به خاطری که اگه عالی نباشم خب مثلا میدیدم استرس مامانم که استرس میگیرتش اگر من یه جایی یه خطایی بکنم و این باعث میشد که همیشه یه فشار عمیق در من ایجاد بشه و همه اینا توی ژن‌های ما واقعا به طور بیوشیمی توی ژن‌های ما ذخیره میشن و همچنین توی اعصاب ما، سیستم عصبی ما، که حالا اینکه به چه شکل این اتفاق میفته رو دوباره از علمی اینجا تاکید تمایز بین سیستم عصبی و ژن، چون سیستم عصبی همون چیزی روان، یه سری حالا اتفاقایی که حالا ما تجربه کردیم و به صورت حالا تجربه حافظه در ما ذخیره‌اند و بهشون دسترسی داریم و یه وقت حالمون رو خوب میکنن و یه وقت حالمون رو بد میکنن، ولی بیشتر اینجا در واقع نکته صحبت غزاله اون چیزایی بود که حتی شاید شما خودتون هم تجربه نکردید، شاید اصلا تو بعد روانیتون هم نبودن و نمیدونید از کجا اومده. الان ما تاکیدمون در واقع بیشتر رو اون بوده. خب حالا خودمون هم معرفی نکرده بودیم که الان خودمون رو معرفی میکنیم. غزاله تو خودت معرفی کن. من دکتر غزاله نعمت‌اللهی هستم که متخصص بهینه‌سازی سلامت و عملکرد بر اساس ژنتیک هستم و خصوصا با مدیران سطح بالا و افراد با توپ پرفورمر میگیم عملکرد بالا میخوای کار کمی هم می‌کنیم. از در واقع کوتاه در چند جمله از زندگی خودت هم بگی که چی شد که اومدی تو این مسیر، در حد مثلا چند تا جمله. حالا یه عده از شما آشنا هستین با داستان من خیلی کوتاه میگم. من به خاطر چند سال پیش خب خیلی آدم موفقی بودم تو همه زمینه‌های زندگی، حالا چه در زمینه درسی و شغلی بود که اون موقع استاد دانشگاه بیلفلد بودم و چه در زمینه حالا اون کامیونیتی که داشتم بزرگ بود و مادر 2 تا بچه بودم، یه خانواده خوب داشتم، تا اینکه همه چیز از بیرون یعنی خوب به نظر می‌رسید و در درون خودم پر از استرس بود و وقتی که 2016 همه چیز از هم پاشید، خانواده‌ام از هم پاشید، دچار مشکلات عمیق شد و من خودم توی افسردگی عمیقی افتادم که دیگه نمیتونستم ازش بیام بیرون و بعد از 3 سال که دکترها و روانشناسا کاری نمیتونستن برای من بکنن و به من گفتن که خب دیگه از بیمارستان مرخصم کردن و گفتن ما کاری نمیتونیم بعد بکنیم و اون موقع خب خانواده‌ام هم اصلا پاشیده بود و فکر کردم که با این درد نمیشه زندگی کرد و الانم وقت رفتن نیست، به خاطری که 2 تا بچه کوچیک دارم و باید یک راهی پیدا کنم که از این دردا بیام بیرون. اونجا بود که شروع کردم به درمان خودم و بعد تو این جریان و میخواستم و تو 3 ماه تونستم واقعا دوباره به یک سالم بشم، به یک خوشبختی عمیق برسم، چون موقع نه جسمم نه روحم هیچ کدومش دیگه سالم نبود و انقدر این تجربه برای من عمیق بود که میخواستم حتما بیامش تو دنیا و از طریق علمی و اون علم اپیژنتیک بود چون روان، روح و جسم ما رو به هم وصل میکنه. منم یه کوتاه از داستان خودم بگم. حالا داستان زندگی من خیلی غمناک نبود مثل داستان غزاله، یه جور دیگه غمناک بود. من در واقع اومدم آلمان با این فکر که خب متخصص کامپیوتر بشم، کد بزنم و بعداً برم لب ساحل از راه دور کار کنم و توی مالزی که بیورو در بیارم و کیف زندگی ببرم و در کنارش داشتم کار ژورنالیسم علمم انجام میدادم و این مجموع این دوتا، یعنی یاد گرفتن آیتی، فکر منطقی، ریاضی و در کنارش کار علمی، خیلی منو برد سمت نگاه منطقی به زندگی. همه چی شروع کردم منطقی دیدن و سالهای اولم خیلی عالی بود، خوب پول در می‌آوردم، همه چی خوب داشت پیش میرفت، تا اینکه یه جایی دیدم ارادم نیست و واقعا وقتی میگم ارادم نبود یعنی واقعا نمیتونستم دیگه اراده کنم و هیچی دیگه تو زندگی درست کار نمیکرد و من هرچی میگشتم چیکار کنم این اراده بیاد و پیدا نمیکردم، تا اینکه این بحرانا بدتر و بدتر و بدتر شد تا یه جایی که دیگه واقعا داشتم خیاب مخاب میشدم و همیشه از خودم پرسیدم، میگفتم تویی که انقدر به قول خودت رفتی منطقیات گرفتی و متخصص حالا کامپیوتری و اینا، چجوری الان زندگی داره به اینجا میرسه؟ تا با غزاله آشنا شدیم و در واقع با هم رسیدیم توی دیالوگایی که با هم داشتیم به همین موضوع اپیژنتیک که اگه پس این از من نیست پس از کجا میاد و اون در واقع الکسیر، اون ترکیبی که از این برخورد ما بود شد در واقع اپیژنتیک عشق که در واقع شرکتی هست که الان با هم تأسیس کردیم و
در واقع میخوایم به وسیله اون چیزی که به ما کمک کرد به وسیله انتقالش بتونیم به آدمای بیشتری کمک کنیم. دقیقاً. حالا شاید دفعه بپرسیم کرم این وسط چیکار میکنه، این چیه؟ و سوال فکر میکنم سوالی که باید شما جواب بدید، سوال اینه: شباهت ما با این کرمه چیه؟ فکر میکنید ما چه شباهت با این کرمه داریم؟ اگه کسی دوست داره جواب بده. یکی دو نفر جلسه قبل که توی کنفرانس ما بودن فکر میکنم شاید یادشون باشه. آره من فکر میکنم که گفتیم که ژنامون یکی هن، گفتیم یا تعدادشون یکی هن، یه همچین چیزی بود یادم میاد. تقریبا تعداد ژنای ما با ژنای یک کرم خیلی شبیه همه، ولی این کجا و آن کجا. و دقیقاً اون لحظه‌ای که ژنوم انسانی رو اومدن گزارشش رو دادن برای اولین بار، خیلی همه هیجان زده بودن، فکر کردن الان ما چی کشف میکنن تو زندگیشون و الان مثلا دیگه میفهمیم که ما چه ژن‌های خیلی خیلی خاصی داریم که انسان هستیم و اون کرم هست. خیلی با هم متفاوتیم و با کمال تأسف و تأثر فهمیدن که ما خیلی تفاوتی نداریم. و چه چیزی اونجا متفاوت میکنه؟ در واقع همون اپیژنتیک هست. اپیژنتیک اون قسمتی از در واقع خود اون ژن‌های اصلی نیستن، بلکه اون قسمتی از اینکه چطور این ژن‌ها خاموش یا روشن بشن مسئله هست. حالا اصلا خود اپیژنتیک چی هست؟ اپیژنتیک خیلی خلاصه بخوایم بگیم مثل یه کتابیه، ما ژنتیکمون مثل یه کتابیه که یه عالمه دستور غذا توش هست، ولی همه این دستور غذا پخته نمیشه، بلکه با توجه به اطلاعاتی که از بیرون میرسه، مثلا اینکه خب حالا چه غذایی بیشتر سفارش میده، بیشتر نیاز هست، چی بیشتر دوست دارن مهمونا، میان یه جاهای خاصی و یه نشونه هایی میزنن مثل اینا که اینجا هست که این فقط همینا در واقع پخته میشه. حالا قبلا فکر میکردم بر اساس نظریه وایسمن که تمام اطلاعات ژنتیکی اپیژنتیکی، یعنی همه این نشونه هایی که اینجا هست، وقتی که نسل جدید میخواد شکل بگیره پاک میشه. ولی علم اپیژنتیک جدید نشون میده که 10 تا 15% از این الگوها منتقل میشن، نه همشون، چون که ما باید ژن‌هامون یه سری اطلاعاتش پاک بشه که بتونه در واقع یک موجود زنده رو از اول تولید بکنه، ولی 10 تا 15% از این الگوها منتقل میشن. و جالب اینجاست که فقط 1% از بیماری‌های ژنتیکی ما بر اساس خود ژن‌ها، یعنی ایرادی که توی ژن‌ها هست، ایجاد میشه، ولی 85 تا 99% از مشکلاتی که ما داریم، حالا از بیماری‌های خفیف تا شدید، بر اساس اپیژنتیک در واقع دارن ایجاد میشن. این کتاب خیلی کتاب جالبی هست، اگه دوست داشته باشین علاقه به مسائل ژنتیکی و تاثیر روان بر بدن بخواین بدونین، توصیه میکنم حتما این کتاب بخونین. مال مارک وولین هست اگه درست تلفظ کنم و داستانشو کوتاه میگم. این یه فردیه که خودش یکی از مدیرای خیلی موفق بوده توی آمریکا و خوی خانواده داشته و توی سن نزدیک 40 سالگی کور میشه و هر چی میره دکترها، هر کاری میره دکترها نمیتونن کاری براش بکنن و خب دیگه کارش و همه چیزا هم از دست میده، زندگیشو از دست میده. خودش انقدر این بهش فشار میاره که خب تصمیم میگیره که بره دنبال در واقع همون هایلونگ درمان خودش، شفای اصلی درونی خودش، و با خانواده‌اش صحبت میکنه، اونا رو ول میکنه، از آمریکا میره هند و چندین سال توی هند داشته میگشته دنبال یه راهی، شروع میکنه به مدیتیشن و تا اینکه بعد از چندین سال میگن که یه جایی هست که گروهی هست و این گروه میتونه جواب تو بده. بعد بلند میشه میره تو صف وای میسته، چند 2 روز تو صف وای میسته تو گرما و اینا تا نوبتش میشه. بعد اونجا میرسه به اون طرف، بعد بدونی که حرف بزنه بهش میگه که برو پدر مادرتو ببخش. بعد اینم عصبانی میشه و میگه من 2 روز تو
گرما وایسادن به من بگه برو پدر مادر ببخش چه ربطی داره، من کورم، خواستم چرا کور شدم، چه جوری میدونم درمان کنم و اینا. میره و اینا بعد یه چند ماه دیگه خب واقعا دیگه چیزی هم نداشته، امیدی هم نداشته، یه نفر دیگر رو، یه گروه دیگر پیدا میکنه تا میرسه به اون گروه میگه که برو پدر مادر تا ببخش. این که دومین نفر که اینو بهش میگه یه چیزی تو درونش تکون میخوره و میفهمه که با خودش میگه یه چیزی شاید هست و برمیگرده آمریکا. با پدر مادرش خیلی مشکل داشته از بچگی، پدر مادرش هم جدا زندگی میکردن، با هر دوشون مشکل داشته، رابطه‌ای نداشته. خلاصه بعد از سالها میره پیششون و یه مقدار باشون صحبت میکنه و بعدش هم دیگه یعنی یه کمی بالا زمان میبره تا اینکه میرسه به اونجایی که بغلشون میکنه و دوباره ارتباط برقرار میشه و زمان میگذره، یکی 2 ماه 3 ماه بعدش چشمش خوب میشه و از اون موقع هست که من احساسی میشم. از اون موقع هست که خودش به عنوان میره روانشناسی میخونه و به عنوان روانشناس به آدما کمک میکنه و مسائل اپیژنتیک رو خیلی تو این زمینه در نظر میگیره، چون که تمام کلماتی که ما میگیم اینجا چون زمان کوتاه و تعداد زیاد ما عمیق نمیتونیم بشیم، ولی تمام کلماتی که ما میگیم بعضی موقع کلمات خاصی هر کس استفاده میکنه که اینا معنی خاص دارن و از خود تجربه اون طرف نمیان. به طور مثال بار احساسی دارن. به طور مثال مثلا دیدن که خیلی از اون کسایی که توی پدر بزرگ مادر بزرگشون تو هولوکاست بودن وقتی میخوان از دردشون حرف بزنن میگن که ما انگار که بخار میشیم میریم تو هوا. این کلمه نیست که شاید خیلی آدمای دیگه استفاده بکنن. این تجربه‌ای که تو خودت نکردی ولی به صورت ناخودآگاه و اپیژنتیکی بهت منتقل شده. آره و توی همین کتاب یه مفهوم دیگه‌ای هم در واقع مارک وولین بهش اشاره میکنه به نام فامیلی لویالتی یا وفاداری خانوادگی که به عنوان یه ترمز موفقیت نام بره ازش. و به چه صورت عمل میکنه؟ به این صورت عمل میکنه که خیلی‌ها به خودشون به صورت ناخودآگاه، نه که به صورت فکری باشه که شما بهش میاندیشید، کاملا توی ناخودآگاه به خودتون اجازه نمیدید از پدر مادر یا حتی از پدر مادر بزرگ خودتون بهتر بشید، چون به صورت غریزی و درونی ما توی بچگی پدر مادر رو در واقع به شکل کینگ و در واقع ملکه و شاهی میبینیم که بهترینن اونا تو دنیا و ناخودآگاه نمیخوایم از اونا بهتر بشیم چون اونا بالاترین مفهومن و این به صورت یه الگو توی زندگی میشه ترمز موفقیت ما. این معنیش نیست که همه اینا دارن، ولی این میتونه یک در واقع یک نمونه از ترمزای اپیژنتیکی بعضی از افراد باشه. حالا یه سوالی دارم ازتون. توی این عکس توی چت بنویسید که چند نسل داری توی این عکس میبینید، چند نسل توی این عکسی که سمت چپ تصویر هست دیده میشه. عددش رو توی چت بنویسید یا میکروفونتون رو باز کنید بگین. اونا که میدونن لطفا نگن. آره اونا که میدونن نگن تا ببینیم بقیه نظرشون چیه. توی چت منتظریم ببینیم کیا جواب میدن. نظری نداری؟ شیوا انگشتتا دارم میبینم نه نویس. 2 تا نسل ده میگه حداقل 2 نسل. حداقل 2 نسل. جواب خوبی بود. هنوز جواب درستی نیومده. حداقل 2 نسل یعنی یه جوری گفت که 50% درست باشه. شیوا میخوای تو جواب این سوالا بدی بگی که تو این عکس چند نسل هست؟ نه شما منو شرمنده کردی. من داشتم فکر می‌کردم من احتمالاً آلزایمر دارم. آیدا شما فکر کنم جلسه قبلی بودین، یادتونه چند نسل این تصویر میتونه باشه؟ والا من جلسه قبل فکر کنم نبودم. شما نبود. نه خوب شد که کسی فکر کنم 3 نسل باشه اگه اشتباه نه. 3 نسل باشه. یکی که منم که دارم میبینم و اون دوتایی که تو عکس هستن ممکنه؟ نه خب بذارین بازش کنیم. همون نزدیکترین جواب بیشتر از حداقل 2 نسل بود، چون که الان بستگی داره که اون خانوم با یه پسر تو شکمش باشه یا یه دختر. اگر که یه پسر تو شکمش باشه 2 نسل در جلوی خودش و پسرش، ولی اگه یه دختر باشه 3 نسل در جلوش هست. یعنی
اون لحظه که دختر داره توی شکم مادر شکل میگیره، تخمک‌های برای نسل بعدی هم همزمان دارن توی اون جنین دختر شکل میگیرن و برای همین تمام احساساتی که این خانم تجربه میکنه، تمام غذاهایی که میخوره، همه تجربیات مختلفی که این خانم داره میتونه تو 2 یا 3 نسل به طور مستقیم تاثیر بذاره. البته حاملگی تنها راه منتقل کردن اطلاعات اپیژنتیکی نیست، بلکه پدرای این جمع هم میتونن مطمئن باشن که اونا هم نقش دارن، آقا علی و آقا کامران، برای که یه راه دیگهش از طریق اسپرم پدر هست و مخصوصا استرس خیلی از طریق اسپرم پدر منتقل میشه. حواستون به استرستون باشه. و یکی هم تجربیات اجداد ما هست که برای همه اینا مثالایی هست که حالا به خاطر زمان من کوتاه فقط مطرح میکنم. یکی این که برای خود اون بارداری که توی هلند، کسایی که بعد از جنگ جهانی توی یک دوران قحطی بودن، توی نسل بعدیشون حالا نه تنها دیابت سومبایشپیل به طور مثال خیلی سومبایشپیل آلمانی بود زیاد شده بود، بلکه حتی تا چندین نسل افسردگی، اسکیزوفرنی و اعتیاد و روانپریشی و اعتیاد حتی به مواد مخدر به طور چشمگیری زیاد شده بود. و تو برزیل یه سری استودی پژوهش‌های اپیژنتیکی انجام شده که مادر بزرگایی که تحت تجاوز سومبایشپیل به طور مثال قرار گرفتن، من نمیدونم این سومبایشپیل چیه، از آلمانی امروز تکرار میشه، یعنی اگر الان استاد یعنی تو کلاس دانشگاه بودی شده بودی خانم سومبایشپیل. و همه اینا باعث میشه که تا نسل‌های بعدی بیماری‌های عروقی مثلا داشته باشن و بیماری‌های روانی داشته باشن. اینجا چیز جالبی که می‌بینین اینه که یک مسئله به صورت جسمی روی روان تاثیر داره و یک مسئله روانی روی جسم تاثیر داره. یعنی حتما استرس باعث یک استرس در نسل بعد نمیشه، بلکه ممکنه استرس باعث چاقی در نسل بعد بشه. و همچنین این چیز خیلی جالبیه که یه سری پدرموش‌های خیلی مضطرب و مزدوج کردن با یه سری مادرموش‌های خیلی خوشحال و خوشبخت. بعد بچه‌ها و نوه‌هاشون که بررسی کردن دیدن که اینا دچار یه استرس زیاد هستن و یک مخصوصا از ژنتیکی و یک ژن به نام وازوپرسین خیلی فعال بود توی اونا. حالا سوال اینجا پیش میاد که خب حالا پس ما دیگه قربانی ژنامون هستیم چون اینا بهمون منتقل شده؟ نه، اینجوری نیست، چون دقیقاً همون موشایی که دیدین قبلش، اینا رو اگر که با بچه‌هاشون رو با یک سری توی محیط خوب بزرگ بکنن، میبینن که نسل‌های بعدی دوباره تبدیل میشن به فرزندهای شاد و سالم و بدون مشکل. موشای این خیلی زود دیده میشه چون نسلاشون زود به زود اتفاق میفته، ولی تو آدما چون عمر طولانیه معمولا ما این افکت کمتر داریم میبینیم. در نتیجه ما هر کاری که روی خودمون انجام بدیم واقعا داریم روی نسل بعدمون تاثیر مستقیم میذاریم. حالا اینجا از کلمه شرایط صحبت شد، حالا این شرایط چی هستن؟ دقیقاً این در واقع دایره‌ای که می‌بینید میتونه یک تاثیر کلی از علم اپیژنتیک به شما بده که با چه عوامل‌های محیطی میتونید روی ژن حالا تاثیر مثبت یا منفی بذاری. خب خود دی ان ای که مرکزیت میتوکندریای سلولای ما هستن که میتونن در واقع بیان ژنمون رو تغییر بدن. اپیژنتیک اجتماعی در واقع روابط اجتماعیمون، دوستامون، همکارامون و اون اجتماعی که حولمون گرفته به شدت من تاکید میکنم به شدت روی بیان ژن ما تاثیر گذارن. اپیژنتیک بین نسلی که موضوع امروز ما که گذشتگانه ما چه تاثیر روی ما دارن الان، فیزیولوژیکیمون در واقع بحث دیتاکسیفیکیشن، سمزدایی، تغذیه، سایکو اپیژنتیک روانی و حالا خواب و رجنریشن هم در واقع یک اهرمیه که به شدت شما با حتی بحث رسیدگی به خوابتون میتونید روی بیان ژنتون تاثیر بذارید و در واقع اصلا با یه تغییر کوچیک سبک زندگی گاهی وقتا میشه تغییرات بزرگی ایجاد. خب حالا این
میخوایم برگردیم یه مقدار کوتاه یه دوری بزنیم به قسمت علمیش که خب حالا همه اینا اصلا به چه شکلی وارد به نسل بعد منتقل میشن. ما 3 تا مکانیزم داریم که اطلاعاتمون میتونه منتقل بکنه، یعنی تاثیر داره روی فعالیت ژن‌ها. من با مثال اینا رو بهتون میگم برای که نمیخوام واژه‌های بیوشیمیشو استفاده بکنم. یکیش اینه که ما گفتیم که مثلا همه چی مثل یه کتابه دیگه، ژنامون هستن و اپیژنتیکمون که مثل یه کتابه. یه مکانیزمش اینه که یه سری کتابا رو میذارن تو آرشیو، اصلا میگن اینجوری بسته میشه، میگن که ژنا اینجوری به هم گره میخورن، نزدیک میشن به هم و دیگه خونده نمیتونن بشن، انگار که گذاشتنشون تو آرشیو، اینا از دسترس خارج میشن. یه مسئله دیگه اینه که اینجوری مثل که مثال اولی که بهتون دادم یه سری نشونه‌هایی میذارن که کدوم از این قسمت‌ها بتونه بیشتر یا کمتر خونده بشه. دیگه روش سوم هم اینه که ژن خونده میشه ولی بعدش قبل از که تبدیل بشه، یعنی وارد عمل بشه، تبدیل بشه به پروتئین، از بین میره. چیز جالبی که وجود داره اینه که ما اول ممکنه مثلا همون از طریق اجدادمون فکرایی که کردن، غذایی که خوردن، روش زندگیشون و همون فکر و غذا و روش زندگی خود ما باعث میشه که یه تغییرات ژنتیکی ایجاد بشه، اپیژنتیک ما رو عوض کنه. یه زمانی میشه که اپیژنتیک ما داره فکر و غذا و روش زندگیمون رو تغییر میکنه، یعنی اینا توی یه دایره هستن. یه مثال ساده بزنم، ببینید اینجوریه که مثلا من اینو تجربه شخصی خودم فهمیدم. یه دوره از زندگی من سطح اضطراب بالایی تجربه کردم به خاطر حالا پیدا نکردن کار و مسائل دیگه و یه جایی به بعد در واقع اون مشکل حل شده بود، ولی من تا چندین ماه می‌دیدم که در واقع هنوز سطح اضطراب تو بدنم بالاست و انگار دنبال اصلا اضطراب میگشتم که انگار توضیح بده بدنم که خب تو اضطراب داری، پس باید انگار باید بریم موقعیت اضطراب زایی برای درست کنی. غیر منطقی به نظر میرسه ولی به شدت ما داریم ناخودآگاه این کارو میکنیم. یعنی برای اینکه اون اضطراب تو ما از لحاظ بیوشیمی تکرار بشه ما خودمون رو میکشیم تو موقعیت اضطراب زا. مثلا اینو پین کنم اگه. خب بریم اسلاید بعدی. میخواستم چند تا مثال براتون بزنم. به طور مثال اینجا یه سری باکتریایی توی روده ما هستن که یه چیزی به نام بکورات تولید میکنن که این باعث میشه که یه سری از ژن‌ها وارد آرشیو بشن و دیگه خونده نشن. یا مثلا اسفناج یه سری چیز موادی داره که باعث میشه یه ژنای خاصی، یعنی نیاز هست که بتونن در واقع خودش ژن خاصی رو چیز نمیکنه، نشونه دار نمیکنه، ولی خودش این نشونه ها رو داره. یعنی اگه این نشونه ها نباشه خب نمیتونه جایی بچسبه و چیزی رو نشونه دار بکنه. و یا بروکولی یه موادی توش داره که در واقع باعث میشه که بعد که بروکولی وارد بدن ما شد یه سری ژن‌های خاص رو خاموشش میکنه، چون که ژن‌ها رو از بین، نه خود ژن‌ها رو، در واقع ژن‌های بیان شده رو بعد دوباره از بین میبره. نشون میده که در واقع چقدر اهمیت داره تغذیه ما حتی تو سلامت روان ما. خیلی وقتا حالا افراد من زیاد دیدم تو اطرافیانم که میرن مشاوره هم میگیرن، در واقع کوتاه مدت مسئله حل میشه ولی دوباره برمیگردن سر نقطه اول و دوباره مسئله تکرار میکنه خودشو و فکر میکنن خب پس چی شد، پس این همه هزینه کردم من برای هیچی. ولی خب در واقع اون آدم هیچ وقت نرفته سراغ یکی دیگه از ریشه‌های سلامتیش هم ببینه. برای همینه که ما در واقع توی این بحث اپیژنتیک داریم سعی میکنیم یه روشی به شما نشون بدیم که روش کلنگر باشه، نه اینکه تیکه های پازل فقط بخواد درست کنه یا چرخنده ها رو تکی تکی بخواد درست کنه و دوباره چرخنده دیگه درست نباشه و کل سیستم کار نکنه. تا الان دیدید که پس الان بود در واقع ترانسجنریشنال الگوهای بین نسلی و تغذیه تا الان چقدر میتونن مهم باشن. حالا که و اینا رو بدونین که فقط اینا نیستن، اینا فقط یک مثال هستن و قضیه خیلی پیچیده‌تره. مهم اینه که بدونین که ما وقتی که روی غذامون، روی روانمون کار میکنیم، روی غذامون کار میکنیم برای که ژن‌ها بتونن خاموش بشن، ژن‌های خوب بتونن روشن بشن و ژن‌های بد بتونن خاموش بشن، خب نیاز داره بدنمون به یک سری فاکتورهای بیولوژیکی، بیوشیمیایی که بتونه این عمل انجام بده و اگر ما از اونا به اندازه کافی نداشته باشیم کار درست انجام نمیشه. مثالش اینه که حالا یکم اومده یه تیکش رفته بیرون، اینجا کمالگرا احتمالاً احساسشون خورد میشه. و اینا دو تا موش هستن که از نظر ژنتیکی 100% شبیه هم هستن ولی توی شکم دو تا مادر متفاوت بزرگ شدن که یکی از این مادرها خیلی
غذاهایی خورده که بهش میگن متیل زیاد داره که در واقع همون 3 تا فاکتوریه که من بهتون گفتم اونا رو فعال میکنه. و یکی دیگه شون در واقع این توی بدن موشی بوده که غذاش خوب بوده، متیل داشته، این یکی نداشته و دوتاشون بعد که به دنیا میان یه ژنتیک دارن ولی یکیشون دچار دیابت میشه و یکی دیگهشون دچار دیابت نمیشه. اینجا نشون میده که چقدر میتونه در واقع کمبود اون مواد غذایی باعث بشه که ژن‌های منفی توی بدن ما فعال بشه. خب حالا برگردیم سراغ اون بحثی که اول جلسه کردیم و اینکه یه سری الگوهای حالا رفتاری که دارن روی عملکرد ما و حالا توانایی منیجمنت و رهبری ما تاثیر میذارن. بحث کمال یا تباهی رو اول مطرح کردیم و یه عدتون خب باش آشنا هستید. حالا می‌خوایم چند تا دیگه رو براتون باز کنیم. این تصویر حالا سعی کردیم جاش یکم تصویری کنیم که سینمایی که یکم جذاب‌تر هم بشه. اینا یه آدمی تصور کنید که توی جنگ در واقع همه چیش از دست داده، خونش از دست داده، شغلش از دست داده و مجبور همه چی از نو بسازه و تو اون موقعیت فقط تلاش معنی میده. یعنی اگر این آدم تلاش نمی‌کرده خودش، خانواده‌اش و همه چی از دست میداده. چی میشه؟ یه نسل بعد اون آدمی، اون آقا در واقع یکی از این خانم یا آقا رو به دنیا آورده و حالا اونا چیکار دارن میکنن؟ چون باباشون در واقع پدر بزرگ این خانواده شعارش تلاش و یا مرگی بوده، پدرم اینجا داره پسرش رو سرزنش میکنه که ببین بابا بزرگ تو وسط جنگ با اون همه تلاش ما رو نجات داد، تو مثلا رفتی نمره 18.5 گرفتی برای من و سرزنش میکنه بچه‌شو. چی میشه؟ توی یه نسل بعد میشه نسل بعد یه نسل بعد حالا همون پسر نوه در واقع خودش بزرگ شده، تبدیل شده به یه مدیر موفق و توی این تصویر بگید که چیا نمیخونه. میخوام ببینم متوجه میشید چیا توی این عکس نمیخونه. میتونید حالا یا بنویسید یا میکروفون رو باز کنید بگید چی توی این عکس نمیخونه، چی یه فاکتور منفی به نظرتون میاد، چی به چشمتون میاد براتون منفیه. بنویسیم یا میتونیم بگیم؟ میتونید هر جور راحت. یکی این که اون حالا رئیس که اونجا نشسته خوشحاله ولی خیلی خوشحالی توی چهره بقیه کارمندا دیده نمیشه. آره. دقیقاً. و اون در واقع کاپی که حالتی روی میز اینطوری گذاشته شده شاید یه جوری هم حالا یه نمادی باشه از اینکه هر موفقیتی قطعا باعث خوشحالی و خوشبختی نمیشه. دقیقاً نکته خیلی خوبی گفتی. ما این عکس دقیقاً به همین دلایل انتخاب کردیم. توی چت هم من می‌بینم که در واقع نوشته شده این که انگار همه مجبورن که اونجا باشن، فقط رئیس خوشحاله و نارضایتی توی شرکت در واقع موج میزنه. و من فکر کنم حالا عموماً چون توی فرهنگ آلمانی هم این الگو زیاده، ما توی حتی محل کار خودمون و اونور که بودیم توی آلمان در واقع این نارضایتی توی چهره کارمندا خیلی در واقع روشنه. اینا حالا یه الگو بگیرین، میریم الگوهای بعدی و بعد اینا رو یکم براتون باز می‌کنم. این در واقع همون 3 نسلن که نسل اول میگه که فقط کسانی که کار میکنن زنده میمونه. این در واقع اون تجربه تروماتیک نسل اوله. نسل دوم میگه فقط بر اساس چیزایی که ارائه میدی ارزشمند هستی و نسل سوم هم این که دیگه هیچ وقت کافی نیستم من، دیگه همیشه ناکافی هم، چیکار کنم، باید برم دوباره موفقیت کسب کنم. و اون عنصر پیوندنده هم که اون دی ان ایه که اون پشت میبینید. این الگو رو میشه اسمش رو بذاریم الگوی معتاد به موفقیت یا فوق موفق. اینجا یکیشون اینجا نشسته. آره عموما حالا به خصوص توی مهاجرا و کسایی هم که در واقع ایرانیایی هم که توی آلمان هستن بالاخره یک کمی از این الگوها تو خودشون توی خانواده‌شون بوده که الان انقدر تلاش کردن یا هنوز دارن میکنن که به موفقیت برسن. و یه خبر خوب و بد براتون دارم اینه که این ته نداره دیگه. یعنی مادامی که این اون تجربه نسلی اون پشت توی دی ان ای شما داره کار میکنه، ممکنه پروفسور دانشگاه هم بشی ولی هنوز حس خلأ و کمبود داشته باشی. و همین خیلی مهمه که ما بتونیم این ترانس جنریشنال پترن، الگوهای فرانسلی رو بتونیم ببینیم. و معنیش نیست که الان موفقیت رو ول کنیم، معنیش اینه که خواستگاه رفتاریمون اون نباشه. چون وقتی خواستگاه رفتاریمون اون میشه هیچ وقت هم تو بهترین خودمون نیستیم، چون همیشه داریم از اضطراب عمل میکنیم نه از به قول حالا عربی اینجا یه چیز کوتاه بگم برای که حالا از تجربه خود من خودم از اون
کسایی بودم که محسن گفت چرا 18.5 به بچهش داشت میگفت رفتی 18.5 گرفتی، من کسی به من فشار نمیومد. اتفاقا مام بابام گفتن اینقدر به خودت فشار نیاد، ولی من خودم کسی بودم که اگر از 20 میشدم 19.5 یه 2 روز خودم رو تنبیه میکردم. به مام بابام هم نمیدونستن. این همون چیزی که میگن اپیژنتیک، یعنی بدونی که من حتی اون تجربه فشار مستقیم رو داشته باشم انقدر توی ژن‌های من هست که دارم من به عنوان یه بچه مثلا 8 ساله 9 ساله 10 ساله دارم این الگو رو تکرار میکنم و اگر به عنوان آدم بزرگ آگاه نشم به این الگو، بعد چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقایی که نباید بیفتاد و دیر متوجه شدیم. و در واقع این هم هست که این زنجیره پاره نمیشه دیگه، یعنی این دی ان ای که بین این 3 نفره میتونه در واقع قبلش تا ابد تا ازل بوده دیگه، یعنی تمام حالا یکم اغراق کردن ولی تعداد زیادی نسل اینا نتونستن رها کنن که رسیده به شما و اگه شما هم رها نکنید دوباره همین چرخه به نسل بعدیتون هم دوباره داره تکرار میشه و اونم شاید نتونه رها کنه و یعنی مسئله میتونه بغرنج بشه. حالا اینجا فقط خواستم یه اشاره کوتاه بکنم. اینجا مسلما یه سری تجربه‌ای ما به طور غیر مستقیم از گذشتگانمون گرفتیم بدون که حتی آگاه باشیم راجبش و یه سری تجربه‌ای هم هست که در ارتباط یعنی با پدر و مادرمون، محیطمون، مدرسه‌مون گرفتیم و اون وسط مسلما اون چیزی که از ما ساخته شده و باعث شده که این الگوهای استرس‌زا در ما ایجاد بشه یک در واقع مخرج مشترک این دوتا هست. در نتیجه نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. و حالا از دید رفتارشناسی بخوایم نگاه کنیم، بحث من حالا سعی می‌کنم ساده بگمش، خیلی از در واقع حالا اون چیزایی که تو ژن ما بر اساس یه سری رفتاری که ما نشون میدیم و تشویق میشه اون رفتار تقویت میشن. یعنی اگه مثلا شما توی بچگی یه پدر مادر کمالگرا داشتین و یه نمره 20 آوردید، اونا براتون دست زدن، هدیه براتون خریدن و تشویق شده که شما پس کمالگرا باش همیشه ما به جایزه میدیم و این اتوماتیکوار یک سیستم شرطی سازی در شما وجود میاره که همونطور که تو این عکس دی ان ای تو عکس نورون میبینید این سیناپسا، در واقع شما همیشه دارید اون مسیر نورونی که توی کودکیتون تشویق شده رو تکرار میکنید، چون هم براتون آشناست، هم اتوماتیکوار ناخودآگاه سیستم عصبیتون دنبال همون پاداشیه که توی بچگی داده شده و این حالا لزوما چیز منفی نیست. این شرطی سازی زمانی منفی میشه که شما فقط اون سیستم عصبی که توی بچگی درتون تکامل پیدا کرده داده شده رو تکرار کنین و به محض اینکه از کنترل خارج بشه براتون تبدیل میشه به یک سیستمی که داره از درون سرزنشتون میکنه، داره از درون اذیتتون میکنه و به شکل افکار و حسایی که در واقع داریم ما میبینیم روزمره و منفی هستن، این شرطی سازی شدگی در بچگی داره خودش رو نشون میده. اگه اینجا نگاه بکنیم میبینیم که سیگنال مثلا یه اتفاق میفته، سیگنال تو عصب شروع میکنه به حرکت و اینجا که میرسه منتقل میتونه به راه مثبت یا به راه منفی بره، ولی این همیشه به طور ناخودآگاه معمولا تو قسمت منفی میره و استرس ایجاد میکنه. یعنی این خیلی مهمه، یعنی میخوام اینجا رو خیلی 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 تاکید کنم. هر موقعی که ما استرس داریم، هر موقعی بدون اینکه علتش چی هست، چه اتفاقی افتاده، هر موقعی که استرس داریم به طور در واقع همه اینا یک سری استرس‌زاها در سیستم عصبی ما دارن روشن میشن که اینا به طور اتوماتیک و اساس الگوهای ما توی قسمت منفی دارن حرکت میکنن و ما کاری که انجام میدیم توی مثلا مشاوره اینه که اینجا استاپ میکنیم و بعد نمیذاریم ناخودآگاه بره قسمت منفی، بلکه بره تو قسمت مثبت تا بعد از این مدتی که ما کار کردیم این خودش الان مثلا این که میبینین الان همش خودش اتوماتیک میره تو قسمت مثبت، اینم به صورت اتوماتیک وارد قسمت مثبت میشه. آره توی حالا اون یه لحظه برگردیم اینجا، این تصویر خیلی خوب داره نشون میده. اگه مغزمون مثلا این تصویر رو مغزمون ببینیم، در واقع هر موقعی که توی حالت سروایو یا بقا هستیم همون الگوی بین نسلیمونه، همون تفکر پدر بزرگمونه که میگه اگه موفق نشی میمیری. و خب این فکر که حس خوبی که به ما نمیده، ما رو توی خلاقیت که نمیبره، داره ما رو توی حالت بقا نگه میداره و عموما حالا دولت‌ها و حکومت‌ها و خیلی جای دیگه هم دارن سعی میکنن ما رو توی این بقایه نگه دارن
و ما اگه خودمون آگاهانه عمل نکنیم توی بخشش کوچکوفایی یا حالت خلاقیتمون نمیریم. حالا اینا بذارید کنار. این یه چند تا تصویر نشون میدم، فقط از سریع از روشون عبور میکنم. خودتون حالا سعی کنید حسی ازشون بگیرید، از اون شعار و از اون تصویر. موفقیت هیچ وقت کافی نیست. اگه کنترل نکنم کنترلم میکنم، کنترل منو محافظت میکنه. اگه کار عالی نباشه فایده نداره، بی ارزشه. بذارم این پیامم جواب بدم، بعد میام شامباتون میخورم. همین پیام، اینو باید حتما جواب بدم. اینا در واقع همون سیستمایی بودن که قبلا برای پدر بزرگ ما، مادر بزرگان ما و نیاکان ما یه مکانیزم بقا بودن، ولی امروز تبدیل شدن برای ما توی کارمون، توی شرکت و توی بیزینسمون برای یه نشت انرژی. و این نشت انرژی انقدر بزرگه و انقدر زیاده و ما انقدر زنجیره‌های رفتاری پرتعدادی رو داریم تو روزمره نگاه از خودمون بروز میدیم و داریم انرژیمون رو هدر میدیم که اگه یه روزی میتونست دوربینی از بیرون اینا بیادمون نشون بده، خودمون باورمون نمیشد که چقدر در واقع ما نشت انرژی داریم و چقدر از این الگوهای بقا دارن اعصاب و روان و انرژی فیزیکیمون و پولمون و هر چیزمون رو دارن در واقع از بین میبرن. یعنی شما خودتون الان نگاه کنین بر اساس همون چیزایی که عددایی که نوشتین، یا اینکه مثلا روزهایی که استرس بیشتری دارین، مثلا تو اون روز شاید استرستون روی 8 هست، روی 9 هست، روی 10 هست. یعنی چی؟ یعنی 80% انرژی، 90% انرژی، 100% انرژی داره واقعا تلف میشه. فکر کردن فوق العاده خودش پروسه بیوشیمیایی که کاملا هم انرژی اینتنسیو، یعنی فرایند انرژی بریه از لحاظ سیستم بدنی ما. و حالا در نتیجه این نشت انرژی ما راندمانمون به شدت کاهش پیدا میکنه. حالا به خصوص برای مدیرا و کسایی که تیم هم دارن، اینا دوباره توی تیم نشت پیدا میکنه. یعنی فقط شما خودتون نیستید اونجا، یه سیستم عصبی بزرگتری هست، یه تعداد آدمایی هم هستن که دارن توی این نشت انرژی شما اونا هم باز تولید میکنن همون چرخه ها رو. حالا اگه الگوی کمالگرایی باشه، شما یک مدیر کمالگرا باشید، دارن کارمنداتون هم همون الگو عمل میکنن و این باعث میشه به شدت راندمان شرکت بیاد پایین، سطح استرس تیم بالا باشه، بحران‌ها و تعارض‌های زیادی به وجود بیان. و اگه آدمای مثلا کنترلگری باشین، بار تیمو میندازید روی دوش خودتون و به شدت بار سنگینی هر روز دارید تو خودتون در واقع تحمل میکنید، یا اگر مهرطلب باشید دوباره همینطور بار رو روی خودتون زیاد میکنید، طبیعتا لذت براتون محو میشه کم کم توی زندگی، توانایی جسمی رویتون میان پایین، سلامتتون مورد در واقع آسیب قرار میگیره و خوشبختی توی زندگیتون به اصطلاح پر میکشه اگر این الگوها رو نشناسید. و اینا حالا از لحاظ روانشناختی میخوایم بگیم، هزار شای احساس وجود داره، هزار حالت مختلف وجود داره، ولی اینا قسمت خوب و در واقع کاربردی قضیه اینه که خوشبختانه چند تا دونه ریشه بیشتر نداریم که همه اینا رو میسازه. و اون چند تا دونه ریشه، این 10 تا الگو که الان ما 9 تاشو گذاشتیم اینجا. بیقراری که در واقع آدمای مولتی تاسکینگ دوچارشن که خیلی پروژه برمی‌دارن. فوق موفقا گفتیم، کنترل کننده رو هممون میشناسیم، کمالگرا رو هممون میشناسیم، مهرطلب موضوعیه که برامون آشنایی داره. فوق محتاط احتمالاً آدمایی دیدید که اهل ریسک نیستن. فکر کنید اگه ریسکا رو انجام دادن و میگرفت چه موفقیتی میتونه تو زندگیشون بیاد. کی میدونه، شاید هم میتونستن موفق باشن، ولی در واقع با انجام ندادن کارهای ریسکی دارن فرصت‌ها رو از خودشون میگیرن. اجتناب به شدت الگوی پرتکراری الان تو جامعه، معمولا من همه جا دارم میبینمش، نقش قربانی فراوون تا دلتون بخواد ریخته و فوق منطقی همون چیزی بود که پدر خود منو در آورد. انقدر با تصمیمات منطقی تو همه جا دنبال راه حل بودم که در واقع تمام روابطم داشت خراب میشد، چون در واقع روابط انسانی بر اساس منطق کار نمی‌کنن و من تنها چیزی که تو زندگی بلد بودم در واقع استفاده از منطق. اینجا اجتناب کننده، چون که اول قضیه گفتی که حالا بعد برمیگردیم کوتاه بهش اشاره کنم. اجتناب کننده میتونه چه توی انجام کار باشه چه توی احساسات، که وقتی که مثلا ما یه چیزی برامون سخت میشه یا مطرح کردنش حتی با بقیه برامون سخت میشه، مطرحش نمی‌کنیم، برای خودمون نگه می‌داریم و این خودش در واقع یه نوع اجتناب کاری هست که به طور نامحسوس همه اینا دچار باعث استرس در وجود ما میشن. این
تو خیلی روش‌های مختلفی وجود داره، ولی این روشی که همه اینا رو تبدیل کرده به، یعنی همه الگوهای استرس‌زا رو تبدیل کرده فقط به 10 تا دونه، یک روش علمیه که با 1 میلیون آدم شرکت کننده از 50 کشور دنیا که رئیسای شرکت‌ها بودن، ورزشکارا بودن، اساتید دانشگاه بودن، کسای رد بالا بودن و خانواده هاشون، اینا اومده بررسی شده و حتی نشون داده شده توی یه دونه پژوهشی که مسلماً روی 1 میلیون آدم نه، بلکه روی تعدادی از اینا که اومدن بررسی کردن، بعد از 6 هفته کار، یک قسمتایی که در واقع توی مغز مسئول استرس هست اونا فعالیتشون کم شده و قسمت‌هایی که مسئول خوشبختی هستن فعالتر شدن و خیلی برنامه جالب و موفقی هست که از نظر علمی هم پشتوانه خیلی قوی داره. حالا میرسیم به گنوگرام. این تخصص در واقع غزاله است. الان قرار نیست واردش بشیم، ولی یکی از روش‌های بسیار کاربردی که میتونه آدم در واقع بره یک سفری کنه بین نسل‌های مختلفی که حالا بهشون دسترسی داره و به پیدا کنه که در واقع تو خودش کدوم که از این الگوها فعاله، گنوگرامه. یک کوتاه و همون توضیح بده چون وقتمون هم کمه. من خیلی کوتاه فقط بگم که توی گنوگرام میایم بررسی میکنیم که آگاهانه چه الگوهایی، چه از نظر رفتاری، چه از نظر بیماری ها منتقل شده و شاید اولش خیلی ساده به نظر بیاد. یعنی من هر وقت اینو انجام میدم با یک نفر، انقدر اطلاعات عمیقی در میاد از توش که اصلا طرف خودش آگاهی نداشته قبلش بهش. و این که ما بفهمیم کدوم از اون الگوها مال ماست و کدومش مال ما نیست و کدومش رو میخوایم نگه داریم و کدومش رو نمیخوایم نگه داریم خیلی مهمه. و بعد که این گنوگرام انجام شد، یک مرحله دومی داره که ما روی یک مسئله خاص که از توی این گنوگرام درش میاریم و میفهمیم که یکی از ریشه های مثلا مشکل ما هست، میایم تکی اون مسئله خاص رو از دیدگاه های مختلف نگاه میکنیم که بهش میگن در واقع Einzelaufstellung، که در واقع از دیدگاه تک تک آدما اونا رو نگاه میکنیم و صحبتاشون رو میشنویم و آگاهی ایجاد میکنیم در این زمینه و میتونیم تغییرات واقعا بدیم. و 2 تا روش دیگه هم وجود داره که ما این الگوها رو که پیدا کردیم میتونیم با 2 تا روش، یکی EFT هست، یکی از طریق در واقع هیوینینگ بهش میگن، یه روش خاصی، از طریق اونا میتونیم الگوهای استرس‌زا رو در خودمون تغییر بدیم و اونا هم از اپیژنتیکی مورد بررسی قرار گرفته و واقعا نشون داده شده که از طریق انجام این کارا الگوی فعالیت ژنی ما تغییر میکنه. حالا کاری که من و غزاله در واقع شرکتمون داریم ارائه میدیم یه در واقع روش همه جانبه است که بشه در واقع تمام لایه‌های اپیژنتیکی رو در بر بگیره و تاثیرگذار جوری باشه که بتونیم مشاهدهش کنیم. خب هر کسی هر قولی میتونه بده، ولی قولی که ما میدیم قابل اندازه‌گیریه. چجوریه؟ ما میایم مرحله اول خب با آزمایش دی ان ای، آزمایش سلول و روده، وضعیت در واقع سلامت رو تست میکنیم و بر اساس آمار ارقامی که این تستا میدن سطح اضطراب مشخصه، کارکرد روده، اینکه رودمون چقدر داره هورمونای در واقع نیازهای هورمونای شادی رو ترشح میکنه و کاملا مشخص میشه وضعیت چجوریه. که در واقع خبری هم بهتون بدم، عموما کسایی که با ما اومدن تست کردن وضعیت سلولی افتضاح، وضعیت روده افتضاح عموم آدم. قدم 2 وارد در واقع اقدام میشیم که حالا یکیش مثلا همین گنوگرام بود، یکیش دیگه در واقع تغذیه است، ساپلیمنتیشن، کار روی خواب، یاد گرفتن مدیریت اضطرابه که این خودش در واقع دوره‌ایه که ما برگزار کردیم چند بار به آلمانی و فارسی، و مدیریت کانفلیکت منیجمنت یا مدیریت تعارض و در واقع ایجاد عادت‌های مثبت و سالمه که این خودش یه بخش دیگه کارمونه. و دوباره در نهایت هم ارزیابی مجدده که دوباره تست می‌کنیم و اونجا مشخص میشه که یه دفعه آدما می‌بینن چقدر یه دوره کوتاه مدیریت اضطراب میتونسته روی مثلا سلامت رودهشون تاثیر بذاره و این چرخنده ها اون موقعی که با هم موازی کار میکنیم مشخص میکنه خودش.
و این آماریه که از همون در واقع پوزیتیو اینتلیجنس، همون روشی که کوتاه توضیح دادیم، تأثیری که روی هم فرد هم تو تیم یا روابط اون کسایی که در واقع دور و بر آدم هستن داره، توی روابط 82% تاثیر بهتر شده، 84% مدیریت بحران بهتر شده. خیلی اینا آمارای بزرگیه و 97% هم اون همدلی بین تیم بیشتر شده. برای همین ما با شرکت هم خیلی کار میکنیم که بتونیم همه اینا رو توی تیم اجرا بکنیم. چون در واقع این الگوهایی که نشون دادیم اینا بین آدمی هم دارن کار میکنن. یک کسی کنترلگره مثلا با یک کسی که اجتنابگره، اینا خوب با هم کار میکنن، ولی اگه دو تا کنترلگر بخورن به پست هم، وای وای که چه داستانی میشه. حالا توی بعد عملکرد در واقع فردی، دقیقاً عملکرد فردی و عملکرد گروهی خیلی تغییر میکنه اگه در واقع این مدیریت چالش و مدیریت اضطراب یاد بگیرن افراد به صورت تیمی. حالا تو بعد فردی شدیداً توی بحث انرژی تاثیر میذاره، چون نشتای انرژی ها کاهش اضطرابو میشه در واقع روش کار کرد. هورمونا به تعادل میرسن، میل جنسی به شدت تغییر میکنه چون سطح اضطراب میاد پایین و پیشگیرانه میشه یه سری بیماریهای ارثی رو در واقع خاموش کرده ژناشونو. و روی کاریزما هم 100% تاثیر داره، چون یه سری در واقع همون الگوهای رفتاری که صحبت کردیم به شدت دارن اعتماد به نفس ما رو خراب میکنن، حس شادی دارن از ما میگیرن و مضطربیم و یه آدم مضطرب کاریزما نداره. برای همین داشتن این بودایی که ما گفتیم توی یاد گرفتن اون دوره میتونه فوق العاده تاثیر بذاره رو کاریزما. پس خلاصه بکنیم که اون چیزی که گذشتگان ما تجربه کردن توی عملکرد ما، توی آزادی عمل ما توی زمان حال تاثیر زیادی داره و ما باید این الگوها رو بشکنیم که بتونیم و بتونیم جنهامون رو بازنویسی کنیم، نسل‌های بعدی رو درمان کنیم و این فقط از طریق ارتقاء اپیژنتیکی ممکن هست. و ما خوشحال هستیم که شما همتون اینجا با ما هستین که با هم این راهو بریم. و حالا اگر که کسی دوست داشته باشه شخصا بیشتر بدون اینا چجوری کار میکنن، چجوری میتونن با ما کار کنن، که مستقیما میتونین با ما در ارتباط باشین. یا اینکه یه گروه واتساپ شیوا جون در واقع زحمت کشیدن گروه واتساپ باز کردن که الان چند نفرم عضو داره و اونجا حالا منظم برنامه‌های حالا هفتگیمون رو میذاریم به اضافه یه سری محتواهایی که حالا آموزشی ان، مقالات اونجا میاد توی همین حوزه‌ای که الان صحبت کردیم. و اگه علاقه داشته باشه کسی میتونه در واقع به ما اطلاع بده تا لینک گروه واتساپ رو اگه هنوز عضو نیست بهش بدیم. فوق‌العاده محتواهای کاربردی اونجا قرار میدیم توی گروه. یه خبر خوبم واسهتون دارم که به زودی قراره یه دونه ورکشاپ در واقع لوش 2.5 ساعت در واقع یه شنبه بعد از ظهر یا شنبه بعد از ظهر می‌خوایم بذاریم که بتونیم به صورت خیلی کریتیو، خلاقانه با مثل یه حالت کار هنری یه گنوگرام در واقع هر کسی برای خودش گنوگرام درست کنه، یه 2-3 ساعته که خوش میگذره، کلی آگاهی از خودمون و فامیلمون و الگوامون به دست میاریم و قیمتش هم فوق العاده عالیه. با قیمت کم میتونید یه اطلاعات عالی از نسل‌های قبلی خودتون به دست بیارید که اونم اطلاعاتش رو تو گروه واتساپ و جای مختلف میذاریم، اونایی که پیگیر باشن پیدا میکنن. آره و دوره منیجمنت مدیریت استرس هم دوباره قصد داریم که شروع کنیم. نمیدونم حالا اگر که بستگی داره که چقدر علاقمندی باشه تو این زمینه و ما با توجه به علاقمندی شما میتونیم حالا یا توی جولای شروع کنیم یا اینکه بعد از تعطیلات تابستون توی سپتامبر دوره رو شروع بکنیم که در واقع همون الگوهای رفتاری رو باز می‌کنیم، چجوری بشکنیمشون و چجوری جلوی نشت انرژیمون رو بگیریم. صحبت‌های ما تموم شد. از الان اگه کسی دوست داره میتونه میکروفون رو باز کنه. سوالای افراد ما از الان هستیم و جواب به سوالاتون میدیم، حالا چه تو زمینه رفتاری من تخصصمه و چه توی زمینه اپیژنتیکی و تغذیه و مسائل دیگه غزاله بهتر میتونه جواب بده. اگه کسی هم در واقع سوالی نداره میتونه ترک کنه. اون کسایی که فقط سوال دارن در واقع من خداحافظی میکنم، ضبط هم قطع میکنم که اگه کسی سوال داره راحت